برگزاری نمایشات ورزشی به مناسبت 24 اسد در ولایت بلخ. همزمان با پنجمین سال روز 24 اسد برنامه‌های از نمایشات و فعالیت‌های ورزشی با حضور حدود 500 ورزشکار از رشته‌های مختلف در شهر مزار شریف برگزار شد. در این برنامه ورزشکاران رشته‌های پرورش اندام، تکواندو، موتور سپورت و شمار دیگر از رشته‌های ورزشی مهارت‌ها و توانایی‌های خود را به نمایش گذاشتند. مسئولان فدراسیون‌های ورزشی با اشاره به اهمیت برنامه‌ها بر گسترش فعالیت‌های ورزشی و فراهمسازی زمینه مناسب برای رشد استعدادهای جوانان تاکید کردند. امروز به خاطر پیروزی مجاهدین امارت اسلامی و مردم افغانستان 24 اسد ورزشکاران بلخ ما گرد آمدیم و فدراسیون‌های مختلف اینجا حضور پیدا کرده. تقریبا 30 فدراسیون اینجا تشریف آورده. فدراسیون پرورش اندام، فدراسیون کانفو، تکواندو، موتور سپورت، همه ورزشکارها اینجا حضور یافتن به خاطر استقلال و پیروزی مجاهدین امارت اسلامی افغانستان. در حدود تقریبا شما تماشا میکنین در حدود 500 ورزشکار اینجا حضور پیدا کردن. روز استقلال امارت اسلامی مربوط به همه ملت افغانستان میشه. امروز ما تشکیل کردیم به مناسبت 24 اسد روز استقلال امارت اسلامی. شما شاهد هستین تمام هموطنان گرد هم آمدیم و یک برنامه تشکیل از 24 اسد روز استقلال امارت اسلامی را برگزار کردیم. تقریبا فعلا از 60 نفر 70 نفر هم بیشتر است که موتورسیکل و موتور. در بخش دیگر از این برنامه استاد پنجی مراد رئیس ورزش‌های رزمی زون شمال بر نقش برنامه‌های ورزشی در تشویق جوانان بر ورزش تاکید کرده و برگزاری چنین رویدادها را در تقویت ورزش‌های رزمی مؤثر می‌دانند. برگزاری همچین مسابقات میتونه که توجه تمام ورزشکارا و جوانان را در خود جلب کنه. بسیار خوب است. از وقتی که امارت اسلامی آمده ما بسیار در فکر آرام، در فکر بسیار راحت مسابقات خود را اندازی میکنیم و خوش هستیم که همیشه همین مسابقات ما را اندازی کنیم. امروز به خاطر پنجمین سالگرد پیروزی امارت اسلامی افغانستان اینجا تمام رشته‌های ورزشی مختلف ورزشی اینجا جمع شدیم تا به افتخار این روزی که مجاهدین به پیروزی رسیده و مردم افغانستان روز استقلال خود گرفته این روز ما تجلیل کنیم و تمام رشته‌های ورزشی در این جامعه تا این روز به شکل خوب و شایسته تجلیل کنیم. از سوی دیگر شماری از باشندگان مزار شریف که برای تماشای این نمایشات حضور یافته بودند برگزاری چنین برنامه‌ها را برای ایجاد انگیزه در میان جوانان و ورزشکاران مثبت ارزیابی کردند. برگزار کنندگان نیز میگوید که تداوم برنامه‌های ورزشی میتواند فرصت بیشتری برای شناسایی و پرورش استعدادهای جوانان فراهم کرده و زمینه مشارکت گسترده جوانان در فعالیت‌های ورزشی را مساعد سازد.